تفکیک زباله مولترنو. چرا باید زباله ها رو از هم تفکیک کنیم؟ تفکیک زباله اساساً به این معنیه که ما نمیتونیم همه زباله ها و آشغال ها رو توی یک سطل بریزیم و باید اونا رو از هم جدا کنیم. بر اساس چی جدا کنیم؟ بر اساس مواد اولیه‌شون. این کار باعث میشه که یک سری از زباله ها بعداً قابل پردازش و قابل بازیافت بشن. به واسطه جداسازی زباله ها میشه از زباله های قابل بازیافت برای تولید محصولات جدید استفاده کرد و تا میزان زیادی توی مواد اولیه صرفه جویی کرد. و این یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا درختای کمتری برای تولید کاغذ قطع بشه یا نفت کمتری برای تولید پلاستیک استفاده بشه و این خب خودش صرفه جویی در انرژی و پول هست. همچنین با کاهش زباله هایی که به محل دفن زباله میرسه میتونیم تا حد زیادی از محیط زیست حفاظت کنیم و از طرف دیگه وقتی که زباله کمتری سوزونده بشه خب دی اکسید کربن کمتری هم تولید میشه. پس تفکیک زباله مزیت‌های زیادی داره. چطور زباله ها رو تفکیک کنیم؟ آلمان یکی از معدود کشورهایی در جهانه که سیستم تفکیک زباله خیلی سازمان شده ای داره. اساساً زباله هایی که توی خونه تولید میشن به چند دسته تقسیم میشن. سطل زباله زرد. این سطل‌های زباله برای چیزهایی مثل بسته‌بندی مواد غذایی، قوطی‌های کنسرو، ظروف یک بار مصرف و چیزهای اینجوری استفاده میشن. ما میتونیم اینجور زباله ها رو توی این کیسه های زرد رنگ بندازیم توی خونه و بعد این کیسه ها رو توی سطل زرد بندازیم. نکته‌ای که مهمه اینه که بسته‌بندی‌های مواد غذایی حتما باید خالی باشن که از نشتی و کرکسیفی تا یک حدی اجتناب بشه. سطلای آبی مخصوص کاغذ و مقوا هستن. چیزایی مثل کتاب، دفتر، کاغذ یا جعبه‌های بسته‌بندی که از جنس مقوا هستن توی این سطل میرن. برای کاغذ اصولاً کیسه زباله نداریم، یعنی باید تا اونجایی که میشه از انداختن پلاستیک توی این سطلا اجتناب کنیم. چیز دیگه‌ای که اجازه نداریم توی این سطلا بندازیم جعبه پیتزا یا بشقابای کاغذی هست که باقی مانده غذا روش مونده، یعنی به محض اینکه چرب میشه دیگه اون کاغذ قابل بازیافت نیست. سطلای قهوه‌ای یا سبز مخصوص زباله‌های ارگانیک. زباله‌های ارگانیک شامل باقی مانده مواد غذایی، پوست میوه، پوست تخم مرغ، گل و گیاه، سبزیجات باقی مانده، کود و خاک باغچه میشن. این زباله‌ها بعداً توی کارخونه‌های تولید کود تبدیل به کود کمپوست میشن. برای جمع‌آوری این زباله میتونیم از این کیسه ها استفاده کنیم توی خونه. درسته که از پلاستیکه ولی یک شکلی از پلاستیکه که بعداً توی کارخونه بازیافت دوباره قابل تجزیه هست، یعنی اون پلاستیک معمولی نیست که ما به طور عادی استفاده میکنیم. پس مهمه که اگر از کیسه زباله برای زباله ارگانیک استفاده میکنید حتما این شکلی باشه یا یک سری کیسه زباله هایی که در واقع کاغذی هستن، اونا هم مخصوص زباله های ارگانیک هستن. سطل زباله مشکی یا خاکستری، رستمل. در واقع هر چیزی که باقی میمونه وارد این سطلا میشه. چیزایی مثل کیسه جارو برقی یا پمپرز بچه حتما وارد این سطلا میشه. نکته‌ای که مهمه اینه که یک سری زباله های خطرناک رو به هیچ عنوان اجازه نداریم توی رستمل بریزیم. چه چیزایی؟ مثلا باقی مانده رنگ یا باتری هایی که خالی شدن یا دستگاه های الکترونیک کوچیک رو نباید توی این سطلا بندازیم. خب این سطلایی که اینجا دیدیم تقریبا توی هر خونه وجود داره، ولی یک سری از زباله ها رو ما به هیچ عنوان توی این سطلا نمیندازیم، از جمله شیشه رو ما باید جدا کنیم و جای دیگه دور بندازیم. شیشه رو بر اساس رنگ به 3 دسته سفید، سبز و قهوه‌ای تقسیم می‌کنیم. توی همه شهرها توی محله‌های مختلف یک سری کانتینرهای بزرگ وجود داره با همین رنگایی که بهتون گفتم و شما شیشه رو بر اساس رنگ میتونید توی این سطلای خیلی بزرگ بندازید. حواستون باشه چیزایی مثل آینه شکسته یا شیشه پنجره‌ای که شکسته یا ظروف چینی رو به هیچ عنوان اجازه نداریم توی این سطلا بندازیم.
نکته دیگه ای که وجود داره در مورد در شیشه ها هست. اگر در شیشه مثل شیشه های شراب فلزی هست مشکلی نداره که روش باشه، ولی درهای پلاستیکی رو باید از شیشه جدا کنیم و اونا رو توی همون سطلای زرد بندازیم. نکته مهم دیگه در مورد شیشه های نوشیدنی هست که از جنس پلاستیک هستن یا شیشه های آبجو که همه اینا یک بارکد مخصوصی دارن و ما میتونیم این شیشه ها رو توی دستگاه های اتوماتیکی که توی همه سوپرمارکت ها وجود داره بندازیم و یک رسید دریافت کنیم. این رسید رو میتونیم پای صندوق اون سوپرمارکت به پول نقد تبدیل کنیم یا چیزای دیگر رو باهاش خریداری کنیم. باید حواسمون باشه که حتما چک کنیم که آیا اون بطری این بارکد رو داره یا نه. اگر داره ارزش پولی داره. لباس‌های کهنه و مستعمل. برای لباس‌ها و کفش‌های کهنه هم کانتینرهای توی شهر وجود داره و ما میتونیم لباس‌ها و کفش‌هایی که دیگه نمیخوایم استفاده کنیم رو توی این کانتینرها بندازیم. اتفاقی که میفته اینه که یک بخشی از اون لباس‌ها یا کفش‌ها که هنوز قابل استفاده هست جدا میشه و به دست کسایی میرسه که به اونا احتیاج دارن و مابقی اونها هم برای تولید صندلی ماشین یا مبلمان و اینا استفاده میشه. زباله‌های خطرناک، چیزایی مثل مواد شیمیایی، باقی مانده های رنگ، باتری های خالی، دستگاه های الکترونیکی خراب یا قدیمی رو باید به مراکز بازیافت توی شهر محل زندگیمون تحویل بدیم. زباله های حجیم، وسایلی مثل مبلمان، میز و صندلی، فرش یا وسایل برقی خیلی بزرگ جزء زباله‌های حجیم هستن و ما اونان رو باید به دست مراکز بازیافت برسونیم. برای این کار دو روش وجود داره. روش اول اینه که اگر وسیله نقلیه شخصی دارید و جا میشه اون وسایل، اونا رو بذارید توی ماشینتون و برید دم مرکز بازیافت و همه رو تحویل بدید. روش دوم اینه که یک قراری با مرکز بازیافت بذارید و اونا بیان اون وسایل رو ببرن. داستانش هم به این شکل هست که شما باید توی اون روزی که بهتون ترمین میدن همه وسایل رو دم در بذارید تا اونا بتونن سریع همه وسایل رو با ماشینای بزرگی که دارن با خودشون به مرکز بازیافت ببرن.